سلام، من مهسا هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و حلقه زندگیتون همیشه سبز باشه. امروز قراره تو این ویدیو راجع به ایرکارگو باتون صحبت کنم و اینکه چه تجربیاتی رو راجبش دارم. پس اگه میخوای اطلاعاتی رو راجع به ایرکارگو بدونی، تا آخر این ویدیو همراه من باش. امروز قراره یه کوکی خوشمزه رژیمی برای خودم درست کنم برای اولین بار. حالا چرا رژیمی؟ چون که من خیلی وقت کلا شکر از زندگیم حذف کردم و خب خیلی خوشحالم از این قضیه. دیگه گفتم که حالا اولین بار هم کوکی درست کنم، همین که با شما حرف بزنم و راجع به تجربه از ایرکارگو براتون بگم. حالا بریم سراغ کوکی درست کردن. کم کم دستورش از خواهرم گرفتم، از همینجا ازش تشکر میکنم. خب یه فنجون آرد که البته تو دستور اصلیش 2 فنجون آرده که من دارم همه مواد رو نصف میکنم، چون برای اولین بار درست کنم میخوام ببینم مثلا چه جوری میشه، خوب در میاد یا نه. زیاد کلا تو کیک پختن مهارت آنچنانی ندارم، ولی سعی میکنم که انجامش بدم، چون خیلی برای روحیه خوبه و مثلا اینجا که تنهایی آدم زندگی میکنه روحیه آدم عوض میشه. وقتی که کیک میپزی و میبینی که کیکت خوب در اومده، اصلا کلی کیف میکنی و ذوق میکنی. خب آردو بریزم. این آردم. بریم سراغ کره بادوم زمینی که تو دستور اصلیش 5 قاشقه. حالا من کمتر میریزم. بچه بخوام یه سری توضیحات راجع به ایرکارگو بهتون بدم. ایرکارگو کلا به معنی حمل و نقل بار از طریق زمینی یا هواییه و باری که باید بارنامه داشته باشه. یکی از روش‌هایی که خیلی مرسومه و متداوله برای ارسال بار به سراسر دنیا. حالا چرا من تصمیم گرفتم که از طریق ایرکارگو وسایلمو اینجا بفرستم؟ یه دلیل داشت. قبل اینکه کلا مهاجرت کنم داشتم اساسا رو جمع می‌کردم و بسته‌بندی می‌کردم. رفتم اداره پست و ازشون سوال کردم خب چه وسایلی رو میتونیم بفرستیم، چه وسایلی رو نمیتونیم بفرستیم، ممنوع و هر کیلو بار کیلویی چقدر در میاد تقریبا. که خب بهم گفتن که یه سری اشیاء ممنوعه دارن که نمیتونیم بفرستیم. مثلا من فرش داشتم و یه سری وسایل داشتم که نمیتونستم بفرستم. هر کیلو بارم کیلوی 500,000 تومان بود از طریق پست. بعد به این نتیجه رسیدم که خب چه کاریه، یه سری از بارام هم که نمیشه از طریق پست بفرستم، پس یه روش دیگر رو پیدا کنم که از طریق اون بفرستیم. خلاصه وسایلمو که جمع کردیم و یه سری وسایل که خب قطعی میخواستم با خودم بیارم، ولی یه سری وسایل واقعا نمیشد و خب در آینده احتیاجم میشد تو آلمان. خب نمیتونستم همون اول کار برم کلی وسیله بخرم و از اون تمکن مالی که داشتم کم کنم. به خاطر همین ترجیح دادم که یه سری از وسایل رو از طریق ایرکارگو خانواده برام بفرستن. عسلم بریزم. دیگه خانوادم تصمیم گرفتن که بار رو بر من بفرستن از طریق ایرکارگو و خب 42 کیلو بار داشتم من تقریبا، وسایل و بار و که شامل مثلا وسایلم بود، لباسای زمستونیم بود، همین لحافی که پشتم میبینید بود که خب خیلی سنگین بود و حجیم بود، نمیتونستم با خودم بیارم و خب ترجیح دادم تمام این وسایل و باری که داشتم و از طریق ایرکارگو بر من بفرستن، چون از طریق پست که اصلا به صرفه نبود، به دردم هم نمیخورد. خلاصه خانواده جمع جور کردن وسایل رو، بسته‌بندی کردن، زنگ زدن از باربری اومدن. باربری تمام وسایل رو دوباره بررسی کرد، همه اون وسایلی که خب میشد از طریق باربری ارسال بشه رو جدا کردن و خب اونایی هم که نمیشد مثل مواد غذایی که فاسد شدنیه یا قرص و دارو این چیزا رو اصلا نمیذارن. بعد خود باربری تمام این وسایل رو بسته‌بندی کرد و خب با خودشون بردن و دیگه بعد از تقریبا 2 هفته، میتونم بگم 2-3 هفته شد که دیگه بارنامه رو برامون فرستادن که دیگه بار فرستاده شده بود به
آلمان. حالا قرار بود اول بیاد شهر فرانکفورت، بعد شهر هانوفر. اینم بگم که از مواد خوراکی که مثلا میشد ارسال کنن، خانوادم برنج و خدا رو شکر تونستن ارسال کنن که خب ریخته بودن تو این قوطیای نوشابه و درش هم بسته بودن و گذاشته بودن تو چمدون. بعد کل این بار من تقریبا 42 کیلوگرم بود که این 42 کیلو شد با بسته بندی و تمام حالا کاری که انجام شده بود شد 11.5 میلیون تومان. که خب اگه میخواستیم همین بار رو از طریق پست ارسال کنیم خب اصلا خیلی بیشتر در میومد برام. خلاصه من اون موقع یادمه که پرکتیکوم میرفتم و منتظر حالا ارسال بار بودیم. حالا همینجوری من این وسط دارم اینا هم میزنم. عسل و کره بادوم زمینی هم ریختم. عسل و کره بادوم زمینی هر کدوم 5 قاشق غذاخوریه تو دستور اصلش که من حالا نصفش کردم. بعد دیگه منتظر ارسال بار بودم و اون موقع پرکتیکوم میرفتم. یادمه که یه روز گوشیم زنگ خورده بود و چون من پرکتیکوم بودم نتونسته بودم جواب بدم. بعد اون موقع هم خب اول اومده بودم اصلا میترسیدم تلفنی با اینجا مثلا کسی زنگ میزد صحبت کنم، چون واقعا از اینکه نتونم جوابشون رو بدم میترسیدم. بعد خانواده‌ام گفتن که راستی خبری از اون باران نشد، چرا تا الان هیچ خبری نشده؟ گفتم نمیدونم، راستی یکی چند روز پیش به من زنگ زده بود، گفتن شاید همون باشه. خلاصه منم با هزار استرس و ترس و این چیزا گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به اون شماره. گفتن که از ایرکارگو منتظر بار هستید، ارسال بار هستید. گفتم بله. گفتش که شما ایمیلتون مشکل داشته، ما براتون ایمیل ارسال کردیم ولی به دستتون نرسیده و اینکه حالا بیایید و بارتون رو تحویل بگیرید. گفتم مگه میشه؟ آخه ایمیل من همه از طریق اون ایمیل با من در ارتباطن، چه جوریه که اصلا ایمیل به دست من نرسیده؟ خلاصه یه روز یادمه که جمعه خدا رو شکر پرکتیکوم نداشتیم. با دوستم قرار شد که ساعت 5 صبح از اینجا راه بیفتیم که ساعت 6 و نیم 7 تقریبا هانوفر باشیم که بریم بارمون رو بگیریم. و قبلش هم من گفته بودم که آدرس ایرکارگو، اون جایی که باید بار رو تحویل بگیرم و از طریق ایمیل بر من بفرستید. یه ایمیل دیگه بهشون دادم، خلاصه بر من آدرس رو فرستادن. زدم دیدم وای 25 دقیقه با فرودگاه هانوفر فاصله داره. یعنی دیگه اعصابم خورد شده بود دیگه. من عصبیم. گفتم وای خدا من چه جوری تنهایی بریم اون بار رو تحویل بگیریم؟ 25 دقیقه پیاده روی. خلاصه سرتون درد نیارم. رفتیم شهر هانوفر با بلیط دانشجویمون. از شهر هانوفرم خدا رو شکر شانس آوردیم بلیط خریدیم. یه بلیط گروهی خریدیم برای خودم و دوستم که شد 14 یورو تقریبا. از شهر هانوفر رفتیم فرودگاه هانوفر که تقریبا خب خارج شهر میشه دیگه، به خاطر همین باید بلیط میخریدیم دیگه. خلاصه رفتیم اونجا و آدرس رو زدیم رو گوگل مپ و دیدیم اوه 25 دقیقه فاصله داره. بعد خب این الان باید هم بخوره تا یه شکل منسجمی پیدا کنه. من هم میزنم و براتون حرف میزنم. خلاصه رفتیم و گفتم که خب چیکار کنیم چیکار نکنیم. هیچکی هم نبود اونجا به دادمون برسه، مثلا مسیری رو حداقل با ماشین بریم و پیاده نریم. هیچکی نبود اونجا کمک کنه. دیگه تصمیم گرفتیم پیاده این مسیر رو رفتیم. مسیرش هم خیلی بد بود. بچه من اینو هم زدم تا این مرحله رسیده. حالا الان یه ذره شکلات هم خورد کنم که بریزم داخلش. بعد دیگه تصمیم گرفتیم خودمون مسیر رو پیاده بریم و خب 25 دقیقه راه بود. یه مسیر بدی و سختی هم بود. کلی از این ور اون ور رفتیم و پرسیدیم که اصلا کدوم ور بریم. و اینکه وقتی هم که داشتیم میرفتیم وسطش یه تونل بود که حالا عکس مسیر رو اینجا براتون میذارم. از یه تونلی باید رد میشدیم و خب خیلی سخت بود. خیلی تونل هم سربالایی بود. خیلی اذیت شدیم. خلاص سرتون رو درد نیارم. رسیدیم به جایی که میباید و آدرس بود. دیدیم خدای هیچ خبری نیست، هیچ آدم زنده ای نیست اینجا. ازش بپرسیم اصلا کدوم ور باید بریم.
اصلا نمیدونید چه داستانی داشتیم، فقط من بودم و دوستم و یه کرکس تو آسمون، باور کنید. یعنی در این حد هیچ کس نبود که مثلا کمک کنه آدم. ببین کرکسه رو هوا وایساد، کلاغا کوک کرده بودن. خلاصه با 1000 تا بدبختی مسیر رو پیدا کردیم و رفتیم پرسیدیم و بالاخره اون جایی که باید بار رو تحویل میگرفتیم و پیدا کردیم. رفتیم اونجا، گفتش که خب شما چون ایمیلتون در دسترس نبوده ما بهتون ایمیل دادیم و خب در دسترس نبودید، ایمیلتون مشکل داشته یا هر چیز دیگه ای، ما باید پول انبار هم ازتون بگیریم. در نهایت حساب کتاب کرد و در کل به خاطر پول انبار و گمرک و همه چی از من 53 یورو پول گرفتن. همونجا پول رو پرداخت کردیم و دوباره به ما یه نامه‌ای دادن که بریم اداره گمرک. حالا دوباره باید این مسیر رو برمیگشتیم دوباره تا فرودگاه بریم اداره گمرک. دوباره 25 دقیقه بعد راه میرفتیم که خدا رو شکر یکی رو پیدا کردیم اونجا، یا آقایی رو پیدا کردیم اونجا داشت میرفت گمرک و خب گفتیم که ما هم تا اونجا ببره دیگه با ماشین. از این لحاظ شانس آوردیم اون قسمت، ولی دوباره بعد اینکه برگر رو تایید کردن که ما بریم بار رو تحویل بگیریم دوباره 25 دقیقه همون مسیر رو برگشتیم. این دفعه هیچ کس نبود کمکمون کنه، حتی ماشینا ما رو توی اون تونل میدیدن که مثلا ما 2 نفری داریم میریم، ولی هیچ کس نمیومد کمک کنه و یا ازشون هم درخواست کمک میکردیم گفتن ما کار داریم نمیتونیم کمک کنیم. خلاصه سرتون درد نیارم، ما 25 دقیقه دوباره این مسیر اداره گمرک رو تا تحویل بار رفتیم، برگر رو بهشون تحویل دادیم. حالا گفتم برید سمت انبار، حالا بگرد انبار رو پیدا کن. یعنی داستانی داشتیم تا این انبار پیدا شد. خلاصه رفتیم وسایل رو تحویل گرفتیم از انبار، گفتن که چک کنید ببینید همه چی اوکی باشه یا نه، و اینکه چک کردیم و خدا رو شکر همه چی سالم بود. 2 تا چمدون داشتم من با یه دونه کیسه بزرگ که توش آف و حالا یه بالشت و این چیزا بود. و خب دوباره از انبار یه مسیری و ما دوباره برگشتیم 25 دقیقه تا فرودگاه هانوفر و خب اونجا دیگه خیلی خسته شده بودیم، یعنی می‌خواستیم یه مسیر 10 دقیقه‌ای رو تاکسی بگیریم. تاکسی هم انقدر گرون بود که دیگه منصرف شدیم. اینجا واقعا اذیت شدیم، کلی راه بوده. تازه رسیدیم هانوفر ایرپورت. خیلی راه طولانی داشتیم. خلاصه یه تاکسی داره کمکمون کرد، بار رو گذاشتیم روی چرخ و اینکه از فرودگاه هانوفر یک سره رفتیم ایستگاه قطار و از ایستگاه قطار هم از هانوفر اومدیم برانشوال. و خب چالش دیگه هم که اومدیم اینجا این بود که حالا بار رو 4 طبقه بیار بالا، 2 تا چمدون پر، فکر کن 42 کیلو بار. و خب منم با این جسته دیگه اصلا شما دیگه حساب کنید دیگه. بعد دیگه خلاصه رفتم یه چمدون خالی از بالا آوردم پایین، وسایل رو گذاشتم توی چمدون خالی، چمدونم پایین بود، هی تیکه تیکه وسایل رو می آوردم بالا. یعنی اون روزی که من این وسایل رو آوردم بالا تموم شد چیدمشون، احساس میکردم که آخر شب قشنگ تریلی از روم رد شده، انقدر اذیت شده بودم اون روز. و خب یکی از تجربه‌های سختم بود واقعا. و خب میتونم بگم واقعا اگه دوستم نبود و کمکم نمیکرد خیلی برام سخت بود. یعنی اون مسیر رو باید تنهایی میومدیم با 2 تا چمدون و یه کیسه پلاستیک بزرگ و خب خیلی سخت بود. بچه حساب کنید از یه تونلی باید رد میشدیم، مسیر سربالایی بود، خیلی اذیت شدیم. و خب یه تجربه سختی بود ولی خب میارزید دیگه، باعث شد که من پولمو بتونم سیو کنم و خیلی از پولم خرج نکنم همون چند ماه اول و همه وسایل من رسید به دستم. خدا رو شکر از این لحاظ راضیم. حالا اینم به این مرحله رسید، من باید کم کم اینا رو گردش کنم و بذارم توی فر ببینیم چجوری میشه. بچه اینم کوکیامون که آماده شد، حالا برید داخل فر ببینیم نتیجه‌اش چی میشه. حالا خواهرم پرسیدم گفت اول باید مواد تر رو با هم مخلوط میکردی بعد مواد خشکو که اینجوری کوکیا ترک نخورن، آرد و کم کم بعد اضافه میکردیم. خب من تجربه اولم بود
اشکال نداره. حالا بریم ببینیم چی میشه. اینم از کوکیمون که آماده شد و خلاصه یه کمی ظاهرش خوب نیست ولی طعمش بد نبود، خوب بود، تست کردم دیگه. اینم امکانات دانشجویی و با کمترین امکانات درست کردم دیگه. امیدوارم که شما هم درست کنید و خوشتون بیاد. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم این تجربه مورد استفادهتون قرار بگیره. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک و شیر و کامنت یادتون نره و اینکه کانال من اگه دوست داشتین حمایت کنین که باعث میشه من انرژی بگیرم و بتونم این راهو ادامه بدم. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.